یه روزی رسول الله علیه السلام بین یارانش نشسته بود. یه پیرمردی از دور اومد که کمرش کاملا خم شده بود. اومد روبروی رسول الله علیه السلام نشست و گفت ای رسول الله، آیا مردی رو دیدی که همه گناهان رو انجام داده باشه و اگه گناهاش رو در بین اهل زمین تقسیم کنی همه رو در بر میگیره؟ آیا چنین شخصی میتونه توبه کنه؟ پیرمرد روی عصاش تکیه کرد و منتظر جواب شد. رسول الله علیه السلام نگاهی بهش کرد و گفت آیا مسلمان شدی؟ پیرمرد گفت بله بله. رسول الله علیه السلام بهش فرمود الله گناهات رو میبخشه. پیرمرد گفت آیا همه گناهام، همه کارهای بدی که انجام دادم؟ رسول الله علیه السلام بهش فرمود بله، الله همه گناهات و همه کارهای بدی که انجام دادی رو میبخشه. انس رضی الله عنه میگه که در اون لحظه پیرمرد سرش رو برگردون و گفت الله اکبر الله اکبر و پیرمرد بلند شد و حرکت کرد. انس میگه که ما صدای الله اکبر الله اکبرش رو میشنیدیم تا اینکه پیرمرد از چشمای ما ناپدید شد. و الله متعال میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمتم همه چیز رو فرا گرفته. سلام علیکم. سيبقى اشتياقي لكم في المآقي، وإن عز عندي سلام